اوهایو گوزایماس. خیلی خوش اومدین به پارت 4 یادگیری الفبای هیراگانا. اینجا کانال جلپیتی ایرانه و اگر میخوای ژاپنی یا 0 تا 100 یاد بگیری با ما همراه باش. قبل از هر چیز ممنون که ما رو با لایک و کامنتاتون خوشحال میکنید. امروز چه حروفی یاد میگیریم؟ تا، چی، تو، ت، تو. خب حرف اول تا. بچه اگه بهش دقت کنی انگار حرف کوچولوی کو اومده سر خاک عزیزش. پس اگر ما این بخش رو مثل قبل در نظر بگیریم پس میتونیم بگیم که کوچولوی ما اومده سر خاک عزیزش، ولی روی هم رفته این دوتا با هم دیگه چه صدایی میدن؟ تا. همونطور که طرز نوشتنش رو دارین چک میکنید باید بهتون بگم که نکته‌ای که حتما باید رعایت کنید اینه که مثل همون کو اون حرکت بالا کوچیک باشه و حرکت پایین یک مقدار بزرگتر. یا اینکه من خیلی وقتا میبینم که بچه‌ها این قسمت رو یا اصلا شیب نمیدن، عینه یه خط صاف میارن پایین، یا انقدر شیب میدن که شبیه سرسره است. به اندازه باشه، نه خیلی کم و نه خیلی زیاد. حرف دوم این ردیف چی بود؟ چی. بیایم به ذهنمون یه کمی خلاقیت بدیم و فرض کنیم که این یک عدد 5 که یه بچه کلاس اولی برای اولین بار تو عمرش کشیده. حالا این بچه کلاس اولی ما تلاششو کرده که شبیه این عدد 5 انگلیسی بشه، ولی خب چون اولین بارش بود یه کمی خطا داره و اینجوری شد که حرف چی پدید اومد. نکته نوشتارش هم اینه که حتما این قسمت رو توی یه حرکت انجام بدید، یعنی نبینم یک خط بکشید و بعد بیایید بهش یک گردالی اضافه کنید، نه، توی یه حرکت بکشیدش. پس اینجا رو نگاه کن، تو 2 حرکت 1 2 1 2 1 2. نبینم دستتو از رو قلم برداری و بشه 3 حرکت ها. حالا که نکتهش رو خوب یاد گرفتیم بریم سراغ حرف بعدی و البته یکی از حرف‌های پرچالش و پرکارمون. تو. معمولا تلفظ این حرف برای بچه‌ها و خصوصا اوایل خیلی سخته، ولی به مرور آسون میشه به شرطی که این نکته‌هایی که میگم رو رعایت کنید. اول باید بدونیم که این حرف از ترکیب حرف تی و سو تشکیل شده و موقع بیانش زبانتون به سقف دهانتون بچسبه و حالت لباتون مثل موقعی باشه که داریم میگیم جون، یعنی بیاد جلو و حالت قنچه‌ای بشه. حالا بیاین یک بار دیگه با هم تلفظش کنیم. تو. سعی کنید که از همین الان روش تمرین و تکرار زیادی کنید، حساسیت زیادی به خرج بدین، چون اگر تلفظش رو اشتباه یاد بگیرین تا ابد روتون میمونه و موقع خوندن یا حرف زدن یه لهجه بدی بهتون میده. حالا بیاین یه نکته جالب بهتون یاد بدم، اینکه این حرف اگر کوچولو بین 2 تا حرف دیگه بیاد حالت تشدید میگیره. مثل چی؟ مثل این کلمه اگر دقت کنید بین 2 تا حرف نوشته شده و کوچکتر از بقیه حرف هست. حالا ما اینو چی میخونیم؟ میخونیم زاش شی. حالا اگر تندترش بکنیم زاشی. نمیگم زاشی یا زاشی. برای قشنگتر شدن لهجه‌تون و حرف زدن زیباتر لطفاً خیلی تشدیدش رو عمیق نکنید و یا یه جور سریع نگید که تشدیدش شنیده نشه.
خیلی پیوسته و مرتب. پس اگر بگید زاشی اشتباهه، اگر بگید زاشی بازم زیاد جالب نیست. پس زاشی، زاشی. حرف بعدی ت، ت. اگر بهش دقت کنید مثل دوی انگلیسی میمونه که انگار سایش توی آب معکوس شده. طرز نوشتنش هم خیلی آسونه، فقط تو 2 حرکت نوشته میشه و کلا این حرف مظلومه، هیچ وقت حرفی برای گفتن نداره، نکته خاصی هم نداره. و حرف آخر این ردیف تو، تو. اگر بهش دقت کنید انگار یه آدم نشسته و دستاشو کرده رو به خدا. ای خدا زیر خود چیکار کنم، چرا اینجوری شد؟ این حرف هم نکته خاصی نداره، فقط دقت کنین که اون قسمتی که علامت زدم و حتما گرد بکشید، تیز نکشید و همیشه این قسمت یکم بلندتر از قسمت دوم باشه. خب الان وقتی چیه؟ وقتی اینی که با داکوتن حروف جدید بسازیم. اگر ما به این حروف داکوتن اضافه کنیم اون وقت داریم دا، د، دو. خب پس این دوتا چی شد؟ این دوتا داکوتن میگیرن ولی این تلفظشون زیاد رایج نیست، یعنی به ندرت میتونید ببینید یا بشنوید. این میشه جی، جی. برای این یکی هم همون کاری که برای تلفظ تو میکردید و انجام بدید، فقط این بار به جای ت بگید ز. زو، زو، زو. البته گفتم این صداها زیاد رایج نیست و بعضی وقتا خود ژاپنی ها هم توش میمونن، ولی با این حال ما یاد میگیریم. یه بار دیگه مرور کنیم تا الان چی خوندیم و بعدش میریم سراغ کلمات. تا، چی، تو، ته، تو، دا، جی، زو، ده، دو. کلمه اول تاکای، تا، کای، تاکای، تاکای، که 2 تا معنی داره. یه معنیش به معنی گرونه، یعنی کالایی که گرونه، و یه معنیش هم معنی بلند یا مرتفع میده. حالا اینجا رو داشته باش. ایچی، 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 ایچی یعنی عدد 1. مطمئنم همتون حداقل 1 بار اینو شنیدید. کلمه بعدی چی سای، چی سای، چی سای، چی سای. اینجا رو توجه کنین چون 2 تا ای بغل همدیگه اومده، یه دونه ای که برای همون حرف چیه و یکیش هم مربوط به ایه، حرف دوم. ما این 2 تا رو یه دونه ای در نظر میگیریم، پس نمیگیم چی ای سای، میگیم چی سای، چی سای، یعنی 2 تا ای با هم یکی میشن که معنیش میشه کوچک. بعضی از بچه ها مخصوصا که میریم جلوتر فکر میکنن که چیسای مخالف کلمه تاکای هستش که کاملا اشتباهه. تاکای یعنی بلند و چیسای یعنی کوچک. مخالف کلمه بلند چی میشه؟ میشه کوتاه نه کوچک. حالا اینکه کوتاه به ژاپنی چی میشه؟ هر وقت بخش میم رو خوندیم اونم یاد میگیریم. حالا بریم سراغ کلمه بعدی. آته، 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 آته یعنی آدرس. بعدی توکی، 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 توکی یعنی ساعت.
بعضی از بچه ها البته به ندرت پیش میاد اینو با تایم اشتباه میگیرن، مثلا میگیم ساعت مثلا 5:15. نه، توکی به معنی خود ساعته، حالا ساعت دیواری، ساعت مچی، البته اینو تعریف های مختلف دارن، ولی در هر صورت به هر نوع ساعت میتونیم بگیم توکی. توکی انواع مختلفش رو جلوتر رفتیم به مرور یاد میگیریم. این نمیدونم چندمین کلمه است، ولی چیکای 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 یعنی نزدیک. این کلمه رو خوب به ذهن بسپارید، چون بعداً جلوتر رفتیم توی گرامر آدرس ها و جهت ها باهاش زیاد سر و کله میزنیم. گاتسو 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 یعنی ماه، نه ماه تو آسمون، نه ها، ماه تقویم. ایچیگاتسو 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 که معنیش میشه ماه اول و ما تو فارسی به تاریخ شمسی خودمون میگیم فروردین. فروردین اولین ماه از سال دیگه، درسته؟ ولی خیلی جالبه بدونید که ژاپنی ها برعکس تقویم میلادی و شمسی، مثلا ماه فروردین، اردیبهشت، خرداد داریم و توی تاریخ میلادی میگیم جنوری، فوریه، جون. اونا همچی چیزایی ندارن و طبقه بندی ماهاشون همون میگن ماه اول، ماه دوم، ماه سوم تا 12 ماهشون رو تکمیل کنن، یعنی با عدد میگن. الان مطمئنم براتون سوال پیش میاد که چرا به این گفتیم گاتسو گاتسو، پس چرا نشد این گاتسو؟ مگه تا همین چند دقیقه پیش خودمون رو نکشتیم تا اینو تلفظ کنیم تو و الان صدا شبیه این حرف سو شده؟ دلیلش اینه که کاربرد این حرف خیلی خیلی زیاده و من اگه همه رو میخواستم توی درس امروز جا بدم از حوصله خارج میشد و یا اصلا گیج میشدیم. برای همین یک کلیپ کامل از این درست میکنم که چه قانونهایی داره، چه نوع تلفظهایی داره و باید باهاش چیکار کرد. و الان مطمئنم تو دل خودتون میگی که این که همش میگه این یکی رو بعدن میگم، اینو الان نمیتونم بگم، اینو تو یک کلیپ دیگه میگم. چرا این شکلی میکنه؟ به خاطر اینکه زبان ژاپنی انقدر گسترده است و انقدر نکات توشه و این ژاپنی ها انقدر به همه چیز دقت کردن و درون هر چیزی رو ترآوردن که واقعا توی یک کلیپ کوتاه ما نمیتونیم همه مباحث و نکات رو توضیح بدیم. پس اصلا عجله نکنید و همه نکات آروم آروم توی ویدیوهامون گفته میشه. خیلی ممنون که تا اینجا با ما بودین. لطفا لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا جلسه بعدی میبینمتون.